آیا میدانید که بدترین امت پیامبر صلی الله علیه وسلم کیها هستند؟ چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند در میان امت من مردمانی با وجود می آیند که از انواع طعامها و خوراکهای گوناگون می خورند و از انواع نوشیدنی‌های رنگارنگ می نوشند و از انواع لباسهای رنگارنگ و مد فیشن می پوشند و گندگویی و بیهودگویی می کنند. یعنی سخنانشان با عملشان یکی نیست. این انسانها گفت بدترین امت من هستند. یعنی کسانی که می خورند، می نوشند و از انواع لباسهای رنگارنگ می پوشند و گپهای بیهودگویی گندگویی می کنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت اینها بدترین امت من هستند. و این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اقوام صدق می کند، بر گروه صدق می کند، بر اشخاص صدق می کند که دین را تنها با سخنش ارث برده اند، نه با عملش.